جون. من غذای امروز هم درست کردم. سر ترش زدم، بعد از سیر و یه مقدار نمک و فلفل ساده، روغن زیتون من مصرف میکنم، بالزامیک آسید، سرکه بالزام و نعنا که مایه درست کردم. بادمجون ورقه کردم، سیر رو با این دستگاه خرد کردم، رو شیختم. 2 ساعت خوابونم شد. یک مایه‌ای مثل این احتیاج به پختن دیگه نداره. برای که خوشمزه‌تر بشه غذا، یه مقدار سبزی تازه میریزم روش. این چیزی که لوونسان بهش میگن، راوک بهش میگن، روکولا بهش میگن، اسمای مختلف ایتالیایی داره. چند تا گوجه فرنگی میتونم قاش بکنم، ولی من خودم ترجیح میدم بزرگ باشم. بادمجون رو پوستاشو بالا و پایین رو گرفتم، ولی اطرافشو گذاشتم، یعنی حاشیه‌شون همشون یکی پوستشو داره، مزه‌اش پوستشو میذارم. تمام سس هم که درست کرده بودم از روغن و ترکیب از روغن بود و نعنا و ریحون و توش ریختم. فکر کنم غذا آماده باشه، بشه خورده. نوشی جان.